89 داشتن چند نفر به عنوان نماینده خدمت آقا رسیدیم، مشکلات رو به ایشون گفتیم. ایشون تنها مطلبی که به ما اعلام کردن فرمودن که وظیفه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور کسب علم به نحو احسن و انتقال دانش برون مرزی به داخل کشور می باشد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که وزارت بهداشت و درمان، من بازم این مطلب رو بلند میگم آقای رئیس جمهور، چون چند سالی است ما با این مطلب دست و پنجه نرم می‌کنیم. وزارت بهداشت و درمان چند سالی است که با نگاه خصمانه خود به دانشجویان کشور آذربایجان وزارت بهداشت و درمان با نگاه خصمانه خود به دانشجویان کشور آذربایجان مانع از برگشت این متخصصین به میهن عزیزمان ایران می شود، به طوری که اعلام داشته برای تاییدیه مدارک پزشکی دانش آموختگان فقط در سالهای 2007 و 2008 شرط معدل دیپلم وجود داره. من سوالی که از حضرت عالی میپرسم و تمام دانشجویان بنده نماینده اعلام کردم بپرسم اینه: آیا پزشکی که درسش تموم شده و میخواد طبابت کنه شرط معدل دوران دبیرستان براش مطرحه یا طبابت روز و علم روز پزشکی؟ این اولین مطلب است. مسئله شرط معدل دیپلم سد بسیار بزرگی در برگشت دانشجویان و علم آموختگان به ایران شده، به نحوی که دانشجویی که سالها در غربت زندگی می‌کند و سختی از همه لحاظ مالی و روحی و جدایی از خانواده را به جان می‌خرد تا علم روز دنیا را کسب کنه، وقتی به ایران برمیگرده با یه مانع بزرگی به نام وزارت بهداشت و درمان مواجه میشه. مطلب بعدی که دانشجویان سالهای بالاتر، دانشجویان سالهای 5 که تموم کردن و میخوان به ایران برگردن، بحث دریافت 60 میلیون تومان. بحث دریافت 60 میلیون تومان از دانشجوهای ماست. اگر من این را از شما میپرسم جناب رئیس جمهور، شما که مثل پدر همیشه به تمام جوانان ما و مخصوصا دانشجویان ما نگاه میکنید، آیا این امکان وجود داره برای منی که اومدم توی این کشور سختی غربت میکشم 60 میلیون تومان فقط بدم که بتونم 1 سال درس بخونم؟ این با هیچ یک از اصول دولت عدالت محور شما منطبق نیست. اما این رو وظیفه خودم میدونم و از طرف تمام دانشجوها اعلام کنم خدمت شما که درایت و تدبیر شما انقدر بالا هست که ما این رو خیلی راحت متوجه شدیم. وقتی سفیری مثل جناب آقای دکتر بهرامی وارد این کشور میشه و درهای سفارت رو به روی تمام دانشجوها باز میذاره، به نحوی که تمام دانشجویانی که اینجا هستن و اونهایی که نیستن با امضا زیر این نامه اعلام کردن که حتی هر وقت دلشون برای ایران تنگ میشه اولین جایی که یادشون میفته دفتر آقای دکتر بهرامیه. من عرایزم رو خدمت بنده کوتاه میکنم، وقت شما خیلی کم هست. اگر اجازه بفرمایید نامه‌ای که بچه‌ها امضا کردن رو بیارم خدمت. ممنونم.